chick this morning. I'm not sure what happened, but you can call Mark later to come and fix it. Love Adam. آدام؟ من آدامم؟ not from آدام یا نه؟ فکر کنم ما شوهر داریم. یعنی الان داره میگه که فریزرمون یا اون فریج بچه سنس باله میگه فریزر خرابه، بعد مثلا به شماره زنگ بزن و اینا بیاد درست کنه. کی داره زنگ میزنه؟ او ما زنی؟ شما سلام عزیزم، گوش بده. There's a bit of situation here. We're stuck in the car to make any up for in this storm. سلام عزیزم، چطوری؟ ما گیر کردیم توی استورم، یعنی همون طوفان اینا. You're stuck. گیر کردی؟ چجوری؟ الان کجایی؟ زیاد دور نیستم، خونه سمت خونه خانواده‌ام. Parents. آدام ماییم. We had to over and wait just now. ما نیستیم آدم. نفهمیدم. میگه من نمیدونم کی دوباره بتونیم حرکت کنیم. شوهره داره میگه. فکر کنم شوهرشه. Prepared everything for you. میگه من همه چی درست کرده بودم، یعنی مثلا آماده بودم، غذا داد کوزی، یعنی مشروب گرفتم فکر کنم واسه خودمون. نفهمیدم. میدونم، ببخشید عزیزم. I was looking forward to just میخواستم اصلا یعنی بیام یه کاری کنم بتونم حرکت کنم بیام. It's alright. I just wait. I hate the stuff there is in the safe. Okay. میگه جای سیف وایستا تا مثلا اوکیه، مثلا بیاد سریعتر و اینا. I will میکنم، حتما میام انجام میدم. تو منتظر باش تا اینکه گرم باشه تا من بیام. Be careful، مراقب باش. به بچه ها بگو دوستشون دارم. I will love you too. I'll call soon. من خیلی دوست دارم بهت زنگ بزنم. سرده. باید بریم چوب پیدا کنیم واسه فایرپلیس. شومینه. مادر زنگ زد. چی؟ مادر پی ام داد؟ مادر چی میگه؟ مادر الان من چجوری بفهمم کجای پی ام جدید؟ What the fuck. مامان تو چجوری پی ام دادی؟ Hey, did you? I took this recipe. Yeah, I did. Hey, sweetie. How's everything going over there? Is Adam and kids doing alright? Yes. خب عزیزم چطوری اینا؟ آدم و بچه ها چطورن؟ آدم یعنی فکرم شوهرمونه، بچه هم داریم. یه با آدم صحبت کردم، اونا گیر کردن توی استور، تو طوفان. پشما. Hopefully the storm passes soon. You are all settled in right. Yep. میگه همه چی اوکیه، مثلا همه چی آماده است، همه چی میزونه. باید برم چند تا چوب بردارم واسه It's not big deal، یعنی زیاد چیز گنده ای نیست. اوکی عزیزم، مراقب باش. Don't worry mom. I love you. Okay. I'll call you later. من خوب اوکی هم مامان، بهت زنگ میزنم. خب حاجی من بابا این داره میمیره. ای وای ای وای. به به، عجب درخت عالیه. خیلی درخت خوبیه بچه. خب جمع باز نمیشه. چی داره میسوزه؟ ای وای مرد. من جکت بیارم. کاپشن. بابا مگه میشه واقعا داشت یه لحظه میمرد. آقا بریم. خب الان اینا فکر کنم بله عالی عالی. الان سن اینجا برچ بلوکای سبز. خیلی درسته، اصلا کارتون درسته دوستان گیم ساز. نمیم اسم اینه چی بود؟ صدا بچه میاد. میگه حتی یه دونه چوب هم نداری. شانس تو. Gather some wood.
با ماشین بریم چند تا چوب بیاریم. 8 تا چوب. 8 تا چوب. خانم شما نمیترسی؟ بله عالی ها. ببین یه لحظه از ماشین پیاده شد ریست شد. ایشون چه خواهی داره این خانم ماشاءالله. چوب دیگه اینا. به قرآن یکی داره نگاه میکنه. بچه ها چت ببین اصلا الان یکی داره ما رو نگاه میکنه 100%. صدا انگار مثلا تو پارکه. یه دونه این چیه؟ این چیه؟ برو 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 برو. کینم تو قیافت کسکش پشمام ریخ. اوه میگه خطرناکه اینجا داری میری تنهایی چوب جمع کنی. فاین جست کابین. What's your name؟ میگه میخوام برم خونه. اسمت چیه خوشگله؟ اوه You think this is for me yourself؟ میگه میتونی مثلا تنهایی این کار رو بکنی. I don't know just think of your business. به تو ربطی نداره. Oh I think it is really good being out here looking for something or something. میگه اوه چقدر خوب مثلا تو دنبال یه چی هستی یا دنبال یه کسی. I just need to go back please. میخوام فقط برگردم. Alright باشه من الان میرم. مراقب باش بیرون اصلا امن نیستش. میگه استورم داره همینجور بدتر میشه. بسکش برو گم شو. کجاست این؟ اوه بابا ولم کنید. وای آقا مثلا کی چت کردم باهات؟ کی من نوشتم اصلا واسه Hey why didn't you answer the phone earlier؟ فکر کنم شوهرمونه. هی چرا جواب تلفن رو ندید برای تلفن خونه رو؟ میگه چیزی شده؟ من نگران شدم. Did something to you؟ مثلا اتفاقی واسه افتاده؟ میگه نمیتونی بهش زنگ بزنی. ولی آدم هم اراد فریزینگ. میگه دستم داره یخ میزنه. باهات بعدن صحبت میکنم. مراقب باش عشقم. ببین من دوباره نمیخوام جامپ اسکیرشم ناموسن. آقا من دوست ندارم الان دوباره جامپ اسکیرشم. میدونی دارم چی میگم؟ جون مادرت. اینجا چرا انقدر تاریک شد؟ وای تو چرا اینجایی؟ بچه شما هم حتما با هیدفون و ایرپاد و اینا گوش بدید حتما. بعد موقع منم بهتون میخواد. بابا تازه 4 تا چوب وای ببین همش فکر میکنم یه جامپ اسکیر میشه. میخوام چوب بردارم. این خانومم که اینقدر توم میره ماشاءالله. بذار استامینشم تمام هم میشه با این سرعت.
وای وای خیلی صدا میاد، خیلی صدا میاد. وای 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 صدا زیاد شد، صدا زیاد شد. اوه. میگه اوکی بسه، برم تو ماشین. وای چی شد چی شد؟ ببین به خدا یکی داره نگاه میکنه. برو برو جون مادرت برو. ببین تو رو خدا خونم کسی نباشه. الو. آه. ببین یکی خونمونه، اصلا شک نکن، اصلا شک نکن که یکی خونمونه. یا اول پس یعنی این میکروفون من باید حاجی یکی خونمونه. ببین یکی خونمونه 100%. وای 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 وای. بابا چراغ نداره اینجا؟ لامپ. جون مادرت تو رو خدا ولم کن آقای. من کادو کریسمس نمیخوام، بابا نوئل کی یه برم لایتر بیارم فندک، یه چیزی که روشنش کنه. آقا جان یه لامپی چیزی، من هیچی نمیبینم. من سازنده این بازی رو آره. وای 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 اصلا هیچی برمیداری یه صداهایی میده. قربونت برم. آفرین نخون. من ها حاجی چقدر صدا میده، چقدر صدا چیه؟ ببین جون مادرتون بچه کلبه خیلی حال میده. نه ولی نه ولی حال نمیده. ببین آخر عاقبتتون میشه این خانوم با این عکس ترسناکی که اینجا زدن. من لایتر رو از کجا بیارم؟ این ماییم؟ اوه جان چه خانومه با این لباس رفتی شما چیز برداری؟ وای 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 کی اومد خونمون؟ کی اومد تو؟ ببین من چوبو بذارم خب یکی میاد اینجا، 100% یکی میاد اینجا. جون مادرت برم. اذیت هم نکنین بابا. من یه دختر عزیزم، من یه دختر ساده مظلوم، چیکار من دارین؟ کی میخواد منو اذیت کنه؟ چی دلت میاد اصلا؟ ها بچه ها ایشالله که شما چیزی میبینین، من بعضی جا واقعا چیزی نمیبینم دارم میرم. اوه 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 الان یه چی میشه الان.
پسر پی ام داد. سلام عزیزم. I met آدم این دو. میگه من آدم رو دیدم تو پمپ بنزین. He said he'll arrive in the cabin in an hour. میگه من برمیگردم کابین، یعنی همین خونه ما، تا چند ساعت دیگه. میگه یه ذره استرنج داشت رفتار، میگه عجیب رفت. منظورت چیه؟ میگه آدم آره، میگه بعضی وقتا استرنج یعنی مشکوکه. It's the way he is, don't worry that much. میگه این کلا مدلشه، زیاد نگران نباش. Also I haven't seen. میگه مخصوصا من بچه ها رو ندیدم. I thought you said he's with them. من فکر کردم تو گفتی اون با اوناست. Really strange, be careful there. گفت خیلی داشت عجیب رفتار میکرد، مراقب باش. میگه نگران نباش، من اوکیم. میگه مثلا صبرم در... ای بابا نمیتونم صبر کنم که ببینمش. ایکسو I'm coming home soon. Let me prepare the gifts. میگه اوکی آدم داره میاد خونه، برم واسه گیفت، یعنی کادوها. به قرآن آدم اونه که میخواد ما رو بکشه، شک نکن. مخمه سگ فهمیده داری بهش خیانت میکنه، میاد یه جوری آره حالتو میگیره. حالا ببین که آدم جون اینو به خدا الان ما میبینیم، یعنی یه جا همینجا میبینیمش. ما کادوها رو ورداریم یا اول فاز دونه دونه تمومه. وای 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 وای. چی؟ من گوشیمو بزنم شارژ. خانم شما خیلی باحالی ها. مثلا آیفون چیزا رو نداشت. پلاگ مای چارج. شوهر عزیزم، شوهری؟ من یادم اینجا بود. وای 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 وای. ها حاجی یکی دوید اومد تو. پشمام یکی دوید اومد تو. یکی دوید اومد تو. بیا بیا من آمادم. بیا منو بزن. بیا 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 بیا. وای 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 وای. بابا ریلکس چیه الان؟ مگه نگفتی آدم تویی؟ بابا اینا دیوونن. آقا من کاری ندارم لطفا. ببین ببین من خیانت، حالا یه خیانت این حرفا رو نداره. وایسا کجایی؟ چجوری میتونی ریلکس کنی؟ درو ببند. آدم جون، آدمم ریلکس دیگه. ریلکس کو؟ نمیخوای ریلکس کنی؟ خب دوستم عزیزم بیا. آقایی که میخوای حال ما رو بگیری بیا. دلم خواست آقا، دلم خواست. Why not? Boys and girls all over the world wonder how Santa lives. I think I'll send for them in my magic helicopter. Hey, Toby, come here. What do you want, Santa? Toby. وای برقا رو یکی زد. بابا ولم کن.
داره در میزنه. یکی در زد. جانم جانم بفرمایید. کی در زد؟ ای. برو قایم شو. Or the results can become ludicrous. Take advantage of what's there. Accentuate minimize the others. شیش تا اندینگ داره. پشمام. کجا قایم شم؟ آها اوی بسکش. خوبه شوهرمونه. چه عجب بالاخره باش. من با چی باید فرار کنم؟ اسید اندینگ؟ حتی من هم بودم همین کار میشم آدم جون. نه حالا سیف کامبینه تکس چی؟ من حاجی از کجا بدونم این چیه؟ آدام اسم من چیه؟ این اسیده دوستان اسید.
نمیخوای بیای؟ داره میاد پدر سگو میبینی؟ شوهرمون کسخل شده. Well, wait a second. Something's wrong here. کشتمون. You bitch. You thought you could escape. Don't ever even think to اندینگ حالا اندینگ 5 با 3 خب بچه یه فکر جدید. Something's wrong. هیچی ورانگ نیست داشت، هیچی. Well, whatever there is in place. بذار سیف شده دوباره بریم بیرون. این چیه؟ دستمال؟ اینی که دوباره تو رو وانه میکنه. دستمون رو خیس کرد. 40 دیگه رمز همینه دیگه. ها 85-12 چرا رمز عوض میکنه؟ خب کلید رو یافتیم. بالاخره میشه از این پدستک فرار کرد. 52-90 چجوری رمز رو عوض میکنه؟ همه رو پاره کرده که
خیلی سوسکی پامکین سوپ خیلی سوسکی این چیه؟ خب من اینو وانه میکنم لاک پیک چه برق میده اینجا وای 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 میاد جون مادر صدا اینو نمیشنم صدا اونا رو میشنوه به خروجیه ببند اینو ببند میگه باید اینو بذارم پشتش ببین من به این خانم اعتماد ندارم حقیقتا عالی پنجره نقاشیه من به این خانم اعتماد ندارم ولی سنسور داره ها وای 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 باز کن You bitch. خوش نده پدست سگ تموم وای آقا دیگه دهنم گاییده شد بچه دیگه این اسکیپش بود فرار آخه بالاخره تموم شد بچه خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو نگاه کردین همراه بودین اینکه لایک و ساب فراموش نشه این بود از این گیم پلی این بازی ترسناک فکر کنم قشنگ 1.5 ساعت من دارم ویدیو میگیرم 1.5 ساعت قشنگ بازی باحالی بود بازم حالا من فردا شب یا پس فردا شب ویدیو بعدی میذارم یه بازی ترسناک جدید امیدوارم که خیلی حال کرده باشین ممنون تا اینجای ویدیو همراهم بودین See you